شیر خام و پنیر خام از شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه 840 برابر ریسک بیماری رو در بدن میبره بالا. این یه تبلیغ یه شرکت تو آمریکاست. آخه چرا یه شرکت برای ترسوندن مردم این همه پول باید پرداخت بکنه؟ امروز میخوام راجع به اینکه آیا شیر خام خطرناکتر از شیر پاستوریزه است یا نه صحبت کنم. اما قبلش اجازه بدین خودم رو معرفی کنم. این اولین ویدیو کانال منه. من نازنینم، کارشناس مامایی و محقق و مترجم در زمینه تغذیه هستم. در این کانال ویدیوهای دکتر اریک رو ترجمه میکنم. ممنونم که 1 ثانیه وقت با ارزشتون رو بذارین و کانال رو سابسکرایب کنین. ببینید دلیل اینکه میگن شیر خام بسیار مضر و نباید استفاده بشه اینه که مقدار زیاد در درون خودش باکتری داره. باکتری هم از نوع ایکولای هستش. جالبه که بدونین این باکتری ایکولای علاوه بر اینکه در شیر خام وجود داره، در شیر پاستوریزه هم وجود داره. حتی جالبتر از اون در بدن همه انسان‌ها، در بدن من، در بدن شما، همه انسان‌ها در قسمت روده‌شون این باکتری وجود داره. دکتر اریک میگه باکتری ایکولای از خام بودن یه منبع غذایی منشأ نمیگیره. این طرز فکر کاملا اشتباهه، بلکه از دامداری‌ها و نحوه دوشیدن شیر و تمیز بودن دامداری‌ها و حتی تمیز بودن دست فردی که داره شیر رو میدوشه منشأ میگیره. پس خیلی خیلی مهمه که ما از کجا شیر رو بخریم. همین شرایط برای پنیر هم ایجاد میکنه. فکر نکنین فقط برای شیره. راستی برای اینکه بقیه هم بتونن این کلیپ رو ببینن لطف کنین یه لایک رو بزنین. مطلب مهم بعد اینکه پنیر پاستوریزه و پنیر خام خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. برای اینکه پنیر خام به پنیر پاستوریزه تبدیل بشه یه آنزیم باید در درونش غیر فعال بشه و قبل از اینکه به بازار عرضه بشه در آزمایشگاه ازش آزمایش میگیرن تا ازش مطمئن بشن که مراحل تبدیل درست انجام شده. همین فرآیند برای شیر هم اینجوریه ها. شیر خام رو وقتی میخوان به شیر پاستوریزه تبدیل کنن آنزیم لاکتاز در شیر غیر فعال میشه. آنزیم لاکتاز آنزیم به نظرت خوبیه یا بدیه؟ قطعا آنزیم خوبیه. حالا وظیفه آنزیم لاکتاز چیه؟ این آنزیم میاد شکر شیر یا همون لاکتوز رو تجزیه میکنه. بعضی تحقیقات نشون داده که کسایی که میان شیر خام میخورن، یعنی مصرف روزانه‌شون از شیر خام، از شیر پاستوریزه نیست، این افراد آلرژی کمتری نسبت به بقیه افراد تجربه میکنن تو زندگیشون. حساسیت ها، اگزما ها، حتی بیماری هایی مثل بیماری های چشمی، چشمشون میسوزه، اینا رو کمتر تجربه میکنن. علاوه بر اینا شیر خام پروبیوتیک رو هم داره. حالا پروبیوتیک چیه؟ پروبیوتیک شامل باکتری هایی هستش که برای بدن انسان مفید هستش. به بازسازی روده های شما اهمیت میده، کمک میکنه. خلاصه حرف نهایی دکتر اریک اینه که آقا شیر خام رو به پاستوریزه ترجیح بدین، ولی در صورتی که حتما از مزرعه تحقیق کنین. از هر مزرعه‌ای شیر نخرین، خیلی خیلی روی تحقیق کنه. و متشکرم از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودی، حمایتمون کردی. مراقب خودت باش. دوستتون دارم. خدا نگهدار.